والله لا يحب كل كفار اثیم. الله برکت ریبا را نابود می سازد و صدقات را افزایش می دهد و ثواب صدقه کنندگان را دوچند می گرداند و در مالهایشان برکت عطا می فرماید. الله حلال شمارنده خوردن ریبا و هر ناسپاس گناهکار را دوست ندارد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنان که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند و نماز را چنان که الله و رسول فرمودند برپا داشتند و زکات مالشان را دادند، برایشان